ماما مریم داره این پسرمونو میشوره که جرب شدید داشت و بردن ها میاد. ماشاءالله هیچکی هم نیامد کمکمون بهش برسیم. دست به تنها، تمام بدنش زخمه، جرب خیلی شدید رو دستاش، صورتش. حالا انشالله که این بچه خوب میشه. جونم ماما قلبونت یا مجبورم هستیم گاز میگیره بیهوشش کردیم. بعد برش کردیم. آره پسرمونو بچه ها دارن زحمت میکشن، پماد میمالن، ماساژ میدن. منم رفتم تو نوبت برای ماساژ گیری. رو زخماش به ما زخماشو کنن گاز میگیره. بچه ها دارن دهنشو میبندن، ما نمیدونیم سرشونه به پایین، پنجه‌هاشونه به پایین، هممون سوراخ کردن این بچه. ولی خیلی بهتر شده. خیلی ممنون از بچه ها که جمعه تعطیلاتشون رو گذاشتن برای این بچه ها. اینا زخمه رو اینا آره بیشتر زخمه. بمالن. خوب ماساژ بده به خوردش بره. خوبه. پسر گلم رو ببینین به خیر گذشت، هیچ کدوممون گاز نگیره عزیزم. حالا کی مرد دهنش با کنه؟ قربونت شما، خودم باز میکنم دهنت عزیزم. نه وقتی بردیمش تو دونه عزیزم. حالش هم خیلی خوبه. ببینیم پوستش هم کامل چرب کردی. انشالله زود خوب میشه. اینم این جربیمون خدا میدونه چقدر وحشتناک بود بدنش. ببینه خدا رو شکر چقدر حالش خوبه، اشتهاش خیلی خوبه، ولی میترسه. گازمونم میگیره پدر سوخته. چقدر پوستش خوب شده. این برا نگاه کن مادر.